خب من بدون که بخوام به کسی توهین کنم زندگیمون رو در آقای علی ابن ابی طالب و فرزندانش خلاصه کردیم. چون من چی میگن از من خواستن زیاد به مقدسات ایرانیان نقد نکنم، چون هر تلویزیونی برنامه خودش رو داره، اشکالی هم نداره، من قوانین رو همیشه سربزیرانه اطاعت میکنم. ولی من واقعا به همه ایرانی‌ها توصیه میکنم شما فقط برید تاریخ طبری رو یه سر بخونید. تاریخ طبری ابوالقاسم پاینده برگردان کرده، اونم مسلمون بود اتفاق. آقا برید یه جلد 4 و 5 رو یه نگاهی بکنید. نمیگم جلد 9 هم بخونید سنگ میشید، همون جلد 4 و 5 بد نیست، فقط همون یه نگاهی بکنید دیگه، تا درباره آقای علی ابن ابی طالب و نگاهش به ایرانیان کمی آشنا بشید. من اصلا نمیگم خوب یا بدا، اصلا نمیخوام وارد این مسائل بشم. مثلا فقط بدونی مثلا زمانی که آقای عمر خلیفه بود آقای علی ابن ابی طالب والی مدینه بود یا نبود؟ من فقط سوال میکنم، هیچی نمیگم، به کسی توهین نشه. یا مثلا بریم نگاه کنیم مثلا زمانی که عمر میخواست به ایران حمله کنه با چه کسی مشاورت کرد؟ یا مثلا زمانی که درفش کویانی که پر از جواهر الماس و پرچم ایران و این مسئله، یا مثلا فرش بهارستان رو که بزرگترین اثر هنری تاریخ ایران بود، نزدیک 10 متر مربع بود و جواهر اثر هنری بزرگ ایران رو تیکه تیکه میکردن، مثلا آقای عمر با کی مشاورت کرد؟ اصلا نمیگم کیا، اصلا نمیخوام بگم کی، چون لس آنجلس مرکز مذهبی ما شده. نمیخوام بگم مثلا زمان خلافت چه کسی 3 بار به شهر استخر نزدیک شیراز امروز دستور حمله داده شد. من نمیگم، اصلا نمیخوام بگم کی. اصلا نمیخوام بگم در زمان چه کسی به سیستان حمله شد، زادگاه رستم بزرگمون. اصلا نمیخوام بگم کی. اصلا نمیخوام بگم فرزندان چه کسی در جهاد طبرستان شرکت کردن. زبونم لال بشه اگه بگم، زبونم لال بشه اگه بگم. فقط اینو میگم یه نگاهی به این تاریخ طبری بکنید. به کسی هم توهین نکردم الان مجاهدین خلق و چریک فدایی کمونیست و هواداران آقای مصدق که چشم دیدن منو ندارن بی خود شکایت نکنن. به هیچ چیز نگفتم چه کسی این فرمانو داده، فقط به خودم اجازه دادم بگم برید تاریخ طبری رو بخونید. طبری مسلمان بود، مفسر قرآن هم بود. تفسیر قرآن آقای طبری غیر از تاریخه، چون تفسیر قرآن طبری تو ایران نمیشناسن، چون همه باید شیعه باشن تو ایران دیگه. 90% مردم جهان مسلمان دنیا سنی هستند. اهل سنت تفسیر قرآن طبری که از مهمترین اربعه جز چیزای اصلیشون میدونن. و سنی‌ها با آقای علی ابن ابی طالب هم خیلی ارزش قائلن. تو مساجدشون اگه برید، من رفتم و تو سنی نیستم ولی خودم میره کنجکاو دیگه، همه جا نام آقای علی ابن ابی طالب رو با احترام در دیوار مساجدشون حک کردن. بس فکر نکنیم مثلا البلازری هم یه چیزایی درباره برده فروشی گفته در زمان خلافت یه نفر که برده‌های ایرانی بودن، بازم زبونم لال اسم شخصو نمیاره. ولی چرا این مسئله گفتم؟